دیگر سوالی که کردن برادری از ما گفته است که من در موسم حج وقتی که خواستم که آب زمزم بیارم، همون یک خدمتگار عرب مانع شد، نگذاشت که من همون آب مقصد به تاجیکستان بیارم. هر چند زاره کردم، خواهش کردم، مقصد مرا قبول نکرد و در بین مردم گفتم که از همین عربها دا دیده آدمای تکبری بدبخت در روی عالم نیست، زیرا که من سفرهای زیاد در دنیا کردگیم، همینها بسیار مقصد مردم ناپسند و بسیار مردم متکبرند. بعدا مرا راه بلد مانو همون کسایی که با همراهم بودن در همون موسم حج مقصد ملامت کردن که شما عربها را حقارت نکنید که گناهگار میشید. آیا داملا ما در همین جا حقارت کردگیم ده که من گفتم متکبرن، ناپسندن، مقصد آیا من گناهگار شیدم؟ حتی گفتن که همون ثواب حج تام دیگر چیزی باقی نمیمونه. تماشاگران عزیز، شرکت دارالفرما به شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پروستاتیت خونیکی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقوت کردن ایمونیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنند. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام دارالفرما می‌توانید که یابید و درباره هر یک داروی نوبر شده داورهایمان را تماشا کرده معلومات پورا گیرید. سراغ اینستاگرام در اپیسن این ویدیو است. برای فرمایش خوبترش در ایمو و واتساپ رقم‌های 901 281 1010 مراجعه کنید. برده رسانی طریق پشت به تمامی شهرهای روسیه. برادران و خواهرای عزیز، وقتی که ما عرب میگیم مردم ما از بس که پیامبرمون که عرب بودن، مادامی که قرآن با زبان عربی آمده است، مردم ما عربی امروزه را با همون مقایسه میکنن. به همین خاطر میگن که شما اونها را مقصد گپی بلند نگین که گناهگار میشین. نه برادرای عزیز و گرامی، بین پیامبر ما بین اصحاب او که عرب بودن از عربی امروزه بین زمین و آسمان فرق است. بین زمین و آسمان فرق است. برای چی الله مهربان قرآن با زبان عربی آورد؟ چرا پیامبر آخر الزمان یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مردم عرب خب مبعوث کرد، پیامبر کرد؟ چرا؟ اینا موضوع جداگانه، ولی عربی امروزه برادرای عزیز و گرامی ایرا با پیامبر و با اطراف پیامبر مقایسه نکنید. ولی برادری ما یگان گپی خطا نگفته است. حقیقتا مردم متکبرن، مردم ناپسندن، مردم بگیم که تماما در اونها تواضع وجود نداره. ایرا همه هر یک حاجی ما رفتگی، هر یک نفری که سفر میکند، ایرا همه کس میگد برادر عزیز اینجا یگان جای گناهگاری نداره. گپی حقیقت گفتن ما گناهگار نمیشیم برادر. برای این امروز مثال بگیم حتی همون رحمم که ای گوشه ایمان است، حتی در همون مردم هم ما میره نمیبینیم. من برای شما یک مثال یادی میارم. همین شما همتان آگاهین امروز که مردم ما که مخلصی فوتبال زیاده، یک رونالدو را بینین، یکی از همون کمانده های عرب که النصر گفتگی کمانده ایده که رفت 200 میلیون یورو در یک سال میتر. 200 میلیون یورو. حتی قانون داشتن سعودی که مردی که با زن بینیکا باشد در همون منطقهشون راه نمیدادن. لیکن تا حاضر زنی همین رونالدو با رونالدو نیکا ندارن، ولی برای منفعت خودشون که است، برای آبروی خودشون که است، برای مثال بگیم که همون درآمد ملک خودشون که هست، همه چیز ای قانون دین هم مقصد برای خودشون راست میکنن. و اگر همون 200 میلیون یورویی که همون را میته برادر عزیز
اینا در رسانه ها خوندیم، در صحیفه ها خوندیم، در اخبارها دیدیم که زیاده از 100 نفر در همین افغانستان از خنکی مردن. آیا نمی شود که همین ها را مثال همین ملک ها و مردم ها را دستگیری کنند؟ برای همین ما امروز برادرای عزیز پشتیبانی از مردم عرب نمیکنیم. هیچ وقت هر کسی که اونها را اگر همین کمبودیشون هم که گفت، برادرها شما خفه نشید. من برادرای عزیز، همین من اعتقادی که عقیده خدمت بگم، امروز در روی دنیا، در همین روی دنیا هیچ مسلمان رنگ تاجیک مسلمان نیست. چقدر محبتی که تاجیک، یعنی تاجیکی ما اینقدر مسلمانی که این مردمه در روی عالم همین خیلی مسلمان وجود ندارن. اینقدر اخلاصی که یا دارن، اینقدر محبتی که اینها دارن. باور کنیم برادران عزیز و گرامی، همون عربی که میگیم تمام کیف، تمام زنکبازی، تمام خراجات های اسراف های بگیم دیگر حد کنار نداره، همین قدر بگوی همین قدر بی‌معنیگی های زیاد دارن. ولی برادرای عزیز و گرامی همه بدبختی را میکنن، بعد اشاره میکنن که همین کعبه به مثال صابونه، مقصد همه یک ساله گناه میکنن، بعد میان گرد همین کعبه دیگه طواف میکنن، گویا که تمام گناهاشون تمام شد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، تاجیک من مراجعت دارم که هیچ مسلمانی روی عالم رنگ تاجیک مسلمان نیست. اینقدر ما را حتی برادرای عزیز اگر باور کنین نفرمون که حتی نماز نمیخونه کو، از یک خیل همون مردمی را که ما و شما امروز توصیفشون میکنیم، از همونا دا باور که با انصافتر و با رحمتر و با اعتقادتر و با ایمانتر هم باور. از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی، ما همیشه از مردم خودمان باید مدح کنیم، ستایش کنیم. بهترین مردم ما سوال میکنن. برادرای عزیز باور کنین، من در سوالهای همین مردم، من این گپار از کجا میگم؟ من از دید خودم از مینشینم، میگردم، میبینم سوالهایی که مردم بر من میته. مردک بیچاره خودش نیاز داره، کم بغل میگد که همیشه یک دو گاوک دارم، میگم بابا جمع را بفروشم حج برم. یا بین بچه‌کش میگم میخوام که برم در روسیه کار کنم، از همونجا مبلغ بیام همین پدر مادر ما حج را کنم. مردم ابی از چی چیزا، چه اندیشه های مثال دینی، با چی قدر مشکلات های زندگیشون دنبال همین مثال رازگی پدر مادرن، دنبال همیدن که پدر مادر ما زیارت خانه کعبه کنه. آیا همین اخلاص نیست؟ همون مردمی که در عربستانن 50 سال در همون جای زندگی دارن، یک تایمو شهروندی عرب گرفتن نمیتونن. یگان عرب دخترش غیر عرب نمیتن. بینین؟ این مسلمانن. در اسلام نامده که مثال بگیم که عرب دختری ما را بگیرد، درسته ما دختری عرب باید گرفتن نتونیم. در اسلام فقط برادرای عزیز اسلام اعتباره، مسلمان باشی تمام. اگر روزی تا بسیار وزدینی بد نغلطه، آیا همه عربستان در مدن همی روسیه خوبه که میره شهروندید میته. ببین جای کار که جای دا میگیری، دکان میسازی، ارنده میگیری. در عربستان اگر تو بخوای که یک دکان بگیرم تا یک عربی دیگه کفیل نشود، 50 فایده تا قدیو تقسیم نکنی، تا دو دکان کار کردن میتونی. یکی در روسیه مردم ما شهروندی هم میگیره، زنش هم نکاح کرده میگیره. ببین دخترای اورا نکاح کرده میگیرن، در همونجا دکان هم دارن، شرایط پول زندگی هم دارن. این مقایسه که کدامش مثال قاضی با منفعت همین مردمه، کدام یورا مراسا و معاملش. ببینین یا مردمی غیر مسلمانه، اینه که با مسلمان معامله شبیه و
мардуми араб мусулмонае, лекин дар ҳамҷо бара як мода кор ки баланди баланд $300 зиёд наметад. ту дар $300 дар мамлакатҳои урус кор намекунӣ. бар ҳамин додари азизи ҳар кас фикри худша бигем ё ҳар кас диди худша гап занад. барои ҳамин ҳақиқатан чизе ки гуфтааст бародари мо хато накардааст. чизе дидагиша оби замзам чие ки намемониш ҳамаро мақсад бигира биёра. худои меҳрубон нигаҳбонтон бошад.